چگونه که در چند جای قرآن پروردگار یک عجایب مقصد کلمه را استفاده میبرند. خود پروردگار که زینت الله ها، همین دنیا از زینت بوده. کلمه زینت استفاده میشه جانب رب العزت که زینت الله ها، این دنیا از زرق برق بوده، میگذشته میرفته است. لیکن یک چیز فراموش نکنیم که همه چیز در همین دنیا صحیح میشه. این هم یک امتحانه. زینت الله ها لنبلوهم، از زینت بوده که برای امتحان. خیلی اومده است، رسیدک، دیدیم، عمل کردیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مزرعه هم گفتی انشا، یعنی که همین دنیا جای زیرعتگاه هم بوده. یک چیز میکاری پگه جمع میکنی. خشو به حالمون که پروردگار اگر ثواب نویسه، هر جوده خیل مجلس نیسته، خیل نشست نیسته، خیل نفس نیسته، گوش کردن نیسته، شکر کردن در کاری که خیلی انسان آدم توفیق میتیه در این خیل مجلس ها میشینه. این همین انسان ها در همین دنیا مزرعه کردن، کاریدن، زراعت کاریدن، فردا میدروان، فردا میبینن. همون پروردگاری که یک قطره به صورت بخشیده، باید ما ایمان داشته باشیم که پگه نماز ما رو صورت میبخشه، روزه ما رو صورت میبخشه، صدقه و احسانامون رو صورت میبخشه، بسیاری اعمال های نیک ما رو صورت میبخشه. قدیم اون نشان میتیه. ما روایت های فراوان داریم که تجسیم الاعمال، هم بابا داریم در حدیث ها، یعنی که به جسم آمدن اعمال ها روز قیامت. حتی که قرآن محکمه سودی خدا رو میخسته است و یک جوانی زیبا میگه پروردگارو این همین در شبای رمضان من خواند، من گوش کرد. ای پروردگارو من شاهدی میتیم که این همین انسان گوش کرد، من همین انسان من خواند. حدیث امام مسلم پیامبر اکرم گفتن کسی 6 تا درازترین سوره قرآن خوانه و او را اگر یا گوش کنه او سمع، گفتن گوش کنه، بقره و آل عمران و نیسا و اعراف، همین 6 سوره را روز قیامت زانتی که روز قیامت بوده. بالای سرش هم یک چتر می آمده است که همین چتر هیچ همین آدم به سایه نمیمونده. یعنی معلوم بوده است که پگه عمل ها هم جسمش نمیخستیان. حتی در دیگر جا قرآن حکایت میکنه که از طرف راست و چپاشان سرخ داده میشوند و جهنم میبیا. کیان را؟ کسایی که چیکار کردن؟ منع زکات کردن. مثلا معلومه که خیلی یک برنامه‌ای بوده از قیامت که آشکار میشدن. یعنی یک برنامه در قیامت یک کاری بوده است که رو میزده. قرآن می اومده است در محکمه سودی میگفته من گوش کرد، من خانه شاهدی میتیم. بعد از اون رمضان می اومده میگفته به خاطر من ای پروردگار، این همین به خاطر خود من حرمت کردن نخورد، نه آشامید، تو فرو رفتن آفتاب زنش چخه نشد، این نکنه غیبت نکه، این نکه خیلی ایستاد، به خاطر رمضان من شاهدی میتیم. همین خیلی پیامبر اکرم گفتن هر کس قرآن شاهد باشه و جهنم نمیره. برای همین برادرها این یک معلوم است که این عمل ها پگه به صورت می اومدیان. این خدا هم خیلی بزرگه. پروردگار همین نعمت ها را ما داده است. چگونه ای که نو دوملو درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کردن، ابن حجر آورده است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند صفت چه گفته. به شما میگه انسانی که در عصر 6 24 ساعت دندان شوکش خطی باشه. شما در همین زمان نمیوی آدمی را که 24 ساعت در دستش دندان شوکش باشه. مسواک رسول اکرم در بیخ گوشش میگه رنگ استاها قلم میموندن. حضرت میگه انا میخل مسواک چوش در دهنش بود. یگان مراتبه ندیدم که دهن حضرت بوی بد کنه. در او زمان در عصری که تاریخ و عصر جاهلیت میگه پیامبر ما دندان شوکش 24 ساعت خطی شد. عایشه مادرمون میگه اولین کار در خانه سر میکرد حضرت مسواک سر میکرد. حتی وقتی مردن شوندن مسواک کردن حضرت. میگه انسانی که در اون عصر شش جاهلیت لباساش جوشانده یا سیمغ رنگ کرده، خیمچیز کرده پوشه، خیمچیز کرده پوشه، نمیگه حوزی نمیگه. در همین زمانی هم که پیش رفت پیامبر ما در انمو زمان لباساشون جوشانده میپوشیدن. یگان روزی رسول اکرم به خوشبویی و عطر نبوده است. حتی یک روز روایت میکنه از علی که حضرت اومدن خانه عایشه مادر ماندر اومدن
گفتن که آیشا خوشبویی داری؟ گفت یک کرتم در خوشبویی زیاد کردگیم ندارم. و همو را بیار. میگه همو را آوردن. میگه جناب پیغمبر درونی آوردن. میگم تا یک تر کردن غوجیدن همو آب ریختگی همو را در بدنشون مولدن مسجد رفتن. حتی به دوخی مسجد نمیدر اومدن حضرت. ما داریم انسانی که در اون عصر خیلی خوشبوه. لقد کان فی رسول الله اسوة حسنه. این پیغمبری من ای نمونه زندگی. این حبیبی من ای نمونه زندگی. شما کپی زندگی را ای حبیبی من حضرت محمد گیره. میگه خدا صلی الله علیه و سلم لمن کان یرجو الله. امید داره پگه خدا قدی و آخره زندگی را ای رسول من یاد گیره. امید داره نه. اگر زندگی را ای رسول من یاد نگیره میگه امید دیدار خدا نکنه. آخرت هم نداره. الحمدلله ما امت رسول اکرمیم. ما امید داریم. ما از شفاعتش امید داریم. این نعمت بین در اون زمان، در اون زمانی که عصر جاهلیت است، اینقدر پیامبر ما بزرگ است، اینقدر پیامبر ما نعمت داره. در قرآن 392 جاش کلمه ربک بوده. خدا در 392 جای قرآن میگه ربک، ای محمد من خدای توم. ناز میکنه به خدا بودن در رسول الله. یا آدم میگه کوم ای من هستم. ای هم میگه و من زنده ام، تو در پات خور نمیزنه و من هستم. یا موسی یا آدم یا داوود یا عیسی داریم، یا محمد در یگان جا نداریم. فقط یا ایها الرسول، ای رسولی من. یعنی یا محمد نداریم. چقدر خداوند رسول الله را دوست می‌داره. چقدر خداوند رسول الله را نعمت‌های فراوان داده. برای همین حضرت مولوی هم در همین کتابش میبره در بخش دیگه‌اش که هیچگاه جنون بوی بهشتش نمیرسد. ای مولوی میگه اینمی بوی جنت خدا حرام کرده. هر دل سیاه شد زکینی محمد است. اینمی کینه داشته باشه رسول الله دا بوی جنت حرام بوده. اینمی قدر کینه داشته باشه بوی جنت حرام بوده است. برای همین رسول اکرم دوست داشتن در کره. پیامبر نغز بینیم، حرمتش کنیم، ایمان داشته باشیم صادقاً. این یک شخصیتی در این زمین اومد که همین پیشونه تاریخ زمین ده مهر زد رفت که اینم که زندگی کنه. اینم که پیام آورد برای ما. الحمدلله ما امت شیم. ما امت رسول اکرمیم. برای همین حتی که قرآن قصه میکنن آیت داملا خواندن که لا ینطق عن الهوا، رسول الله را زبان جنایت نمیکرده. زبان پیغمبر معصوم بوده. یگان بار زبانشون جنایت کردگی نبوده. لا ینطق عن الهوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. قرآن میگه اطاعت من اطاعت رسول حضرت محمد کنه صلی الله علیه و سلم. و میگن چقدر اطاعت رسول کنیم؟ چی میگه خدا تاکید میکنه؟ در حیات عمرش یگان بار گناه نداشته. برای انمی اطاعت کنیم. اطاعت رسول الله را برای انمی میکردیم که جنایت کردگی نبودن. حتی زبانش جنایت کردگی نبوده. گمی زبانی حضرت جنایت کردگی نبوده است. ببینید که چقدر شخصیت بزرگ بدیان. حتی خداوند موی سرش وصف میکنه، چشمش وصف میکنه، پاش وصف میکنه، دستش وصف میکنه در قرآن. ید الله فوق ایدیهم. قدرت خدای همه قدرت ها با الله های. یبایعونک انما یبایعون الله. کسی قدید دست به دست بیعت میکنه خدا قدی بیعت کرده. این شوخی نیستین. یا ایها المدثر، پیامبر در تگی بوریا و ادیولک خوابن که ندای ملکوتی آسمانی میگه در تگی جاگه خوابیده بخیز. نمی‌بینه در تگی گربه خوابیده خیز. خوابش موی سیاش زیمازاغ البصر، چشمای شحلای حضرت، شیشتناش در بین شما میگه رسول مای او پرس زندگی را. او های میگه نمونه زندگیتون. چقدر نعمت ها را خداوند بر رسول الله آورده، چقدر بزرگی ها را داده. یگان پیامبر الهی این خیل وصف نشده. ای روزی به دنیا آمده تا روزی مردنش تمام چیش نوشتیم. علما اتفاق دارن که تا قیامت این خیلی آدم یافت نمیشه که همه شنویسن. خوابش، شیشتنش، خوردنش، لباس پوشیش، گشتنش، خستنش، همه چی رسول الله در ورق نوشته شده. برای همین با توفیل نامش دعا میکنیم که خدای بیمارای ما را شفات با توفیل نامش. قلبای رمیده ما را رام گردان. جهان اسلام در تینجی آرامی را ارزانی گردان. در دکانای ما، در تجارت و زراعتای ما فیض و برکت، عزت و آبروت، مقامت.